سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون کلش فامیلی خوش اومد. آقا این عکسی که دیدید تیره بود، یعنی مال یک چیزی که شاید خیلیاتون بدونین، شاید خیلیاتون هم ندونین. اول اصلا میریم سراغ این که تاور ویزاری هم برج جادو دوتاشون تقریبا شکل میکنن، یعنی با هم ادغام میشن و یک سوپر ویزارد تاور به وجود میاره. اینا هم آپدیت های جدیده که خودتون بعدا میفهمید که قضیه چیه. این آپدیت ها برای تان جدیدن. آره درست شنیدید، تان هال جدید. این هم لول های جدید مولتی تاور و تاور آرچره. حالا تان جدید که اینه، عکس کاملش بهتون نشون میدم. اون چیزی که اون بالا میبینید نه هیرو جدیده نه نیرو جدید، بلکه نگهبان تان هال. یعنی چی؟ یعنی تان هال دیگه شلیک نمیکنه، نیرو داره. یکی اسمشره، یکی هم لانگ شاته. لانگ شات وقتی میمیره منفجر میشه و تیر میزنه، و اسمشر وقتی میمیره اسپل ریج میندازه و هیروامون با اسپل ریج هم میکنه. این هم تانحال 18. راستی حمایت از من یادتون نره.